سیمای مستقل یکم توکشو روبرو مستقلیت اقتصادی جوانان منفیت و ضرر آن. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم، بینندگان برنامه توکشوی جوانان روبرو. ما امروز تصمیم گرفتیم که با دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان برنامه تهیه کرده باشیم زیر عنوان مستقلیت اقتصادی جوانان منفیت و ضرر آن. چرا مثلا ما تصمیم گرفتیم که همین برنامه رو برای شما تهیه کنیم؟ از یک نقطه نظر خواه و ناخواه چیزی طبیعی هست که جوانها از نقطه نظر اقتصادی مستقل بوده نمیتوان. اما تفکر ما در مستقلیت چگونه است؟ ما آیا دورنمای خود رو طرحریزی میکنیم، نقشه خود رو طرحریزی میکنیم؟ آیا ما تفکر میکنیم وابسته این موضوع یا اینکه نه؟ ما از این لحاظ تصمیم گرفتیم که این برنامه رو تهیه کنیم و نگفتن امانت که ما در مورد مستقلیت اقتصادی جوانهایی که در همه سطح و در همه کار فعالیت میکنند، منظور ما این هست، نه اینکه فقط جوانهایی که در رشته اقتصادی تحصیل میکنند، نه این گونه نیست. اما در برنامه دانشجویانی که در همین رشته تحصیل میکنند دعوت کرده شدند که از این برنامه حرف زده باشند. خب ما چون گفتیم در برنامه دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان را دعوت کردیم در منبر بحث قرار دارند هنگام سنگ محمد و همچنین جسوربگ اشرفوف. شما را خوش آمدید میگیم. و بینندگان عزیز امروز در برنامه ما با حیث کارشناس 4 نفر استادان این بارگاه دعوت شدند که در برابر فکر جوانان فکرایشان را کارشناسی میکنند و فکر و ملاحظه‌های خود را نیز ذکر میکنند. کارشناس اولی ما البته استاد خورشید نظرف هستند. این نفر دسنتی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و همچنین نامزد علم اقتصادی هستند. استاد شما را خوش آمدید میگم بار دیگر. و کارشناس از طرف دستی راستی من حضور دارند استاد خیرالله عبدالقادرов. این نفر دکتر علم اقتصادی استاد همین بارگاه. استاد شما را خوش آمدید میگویم. تشکر که تشریف آوردید. و همچنین 2 نفر آموزگاران 2 نفر معلمه های این بارگاه را برای شما معرفی میکنم. شایره قربانو و آموزگار همین دانشگاه معلمه خوش آمدید. و همچنین زرینه باباجان و نامزد علم اقتصادی آموزگار همین دانشگاه معلمه شما را نیز خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. خب جوانهای عزیز، پیش از آن که ما بحث رو آغاز کنیم یک پرسش افکار ما گذاردیم که اگر از نقطه نظری اقتصادی شما مستقل می بودید چیکار میکردید؟ گویان ما اصلا خواستیم که از جوانها پرسیم، اما از همه پرسیدیم، از کلانها هم پرسیدیم. بدون رو شاهد میشیم، بعداً بحث رو آغاز میکنیم. مرحمت توجه شما رو با من اینطور جلب کردنی هستم. من میخواستم برای معیوبان، برای آنهایی که احتیاجمندند و میخواهند که آنها نیز زندگی خوب داشته باشند، با آنها خیر میکردم و کوشش میکردم که برای آباد زیبا کردن وطن خود و برای مردمانی که بسیار از جهت اقتصادی تنقیص میکشند برای آنها کمک مادی خود را هرچی بیشتر میرسوندم. Нормально. Ну, детдом есть. Дала бы. Ну, людям, которые нуждаются. Мелько. آدمایی که کم میزاعت هستند همه یاردم میدادم. یکم کاری سخاوتمند میکردم دیگه. آدمایی رو کم میزاعت به. داشتن آتش میامو. نه اول همین فرزندان فقط میخوانوندم، نبیرم فقط میخوانوندم. و برای اون که همین دولت اگر نخونه دیگر اون خیلی کار نمیشه. خیری میکردم. در تلویزیون من آرمان دیگه آقا برای جراحی مبلغ لازمه من هم بسیاری خیری میکردم. یعنی طبقه انسان آقا. یکم مسجد میسازم ماه شریف رمضان. مسجد خیلی کارهای ثواب با. همین کامبغلا به یاردم میکردم. کودکستان به یاردم میکردم. یتیم خانه ها به یاردم میکردم. من هر کسی که مثال محتاج باشد حرکت میکردم من به یاردم کنم. کامبغلا میدادم. یاردم میکردم کم بیزات آقا. با چی بگیم؟ کار میکنیم. چه میکنیم؟ ماشین میخریم، خونه میخریم. یعنی خیر میکردم. برای خودم زندگی بهتر میسازم. برای یگان کسی وای که محتاج پول یاردم میکردم. خب تشکر برای توجه. بیاید ادامه منطقه همین سوال. جوانان عزیز، اگر از نقطه نظر اقتصادی ما مستقل می‌بودیم چیکار می‌کردیم؟ مثلا ما از اون نفرانی پرسیدیم که از این ساحه دور هستند. بیاید از متخصصان ساحه پرسیم که جوان‌ها شما چی میگید؟ اگر ما از نقطه نظر اقتصادی
مستقل می‌بودیم چیکار می‌کردیم؟ کدام کارها رو ما در نقشه اولی هدفمون می‌گذاشتیم؟ اگر نقطه نظری ما اقتصادی اگر مستقل می‌بودیم های حقانی با نوجده آدمایی که مثلا نفرانی که احتیاجمند میباشند یکم برای اونا یاردم میکردیم های برای خودمون بعد های ما میخوانیم اگر خوانیم اگر برای ما تحصیل دادن تحصیل رو ادامه دادن های استفاده بودیم نه شانسه. خب شما چی میگید خواهد؟ از جوانان به جهان نامی نکو میماند فصل گل میگذرد لذت بوی میماند این جهان کاسه دور است به همه کس همه چیز میگذرد دیده و روی میماند چون در جاده اقتصاد یعنی تحصیل مینمویم اندیشه من در اون است که چرا جوانان مستقلیت داشته باشند یا اینکه نداشته باشند. مثال ما که در این جاده تحصیل مینمویم مثال مستقلیت برای ما در آن است که وقتی که ما همون از مکتب رو تمام میکنیم و ما به دانشگاه میرویم البته این یک چی گویم یک راه است که همون والدین به ما میگویند که انا شما البته مستقلیت شدید آنها به ما نمیگویند که رفته کار کنید یا اینکه پول یابید به خونه بیارید پول آنها تنها میگویند که انا این راهی است که تو رو به مستقلیت میبرد. مثال وقتی که ما از در جاده همین اقتصاد هستیم میرویم مثال میفهمیم و وقتی که چقدر پول کار کردن در کار مستقلیت این تنها پول نیست که مبلغ منظور ما مستقلیت اقتصادی است البته مستقلیت زیر مفهوم مستقلیت ما خیلی چیزهای دیگه رو میفهمیم اما منظور اقتصادی است. اقتصادی مثال ما میتوانیم وقتی ما مثال من که دختر هستم من میتوانم از جهت مستقلیت بودن یگان محفل رفته یگان کسب را آموزم مثال دوزندگی خود که میتوانم همین دوزندگی رو مثال میتوانم که همون مستقلیت کرده یک چیز نه یک چیز نشانتی هم که برای پدر و مادر میتوانم من در همین جاده مثال مستقلیت بوده از پسران باشد مثال چیکار کردن میتوانم و وقتی که باید تحصیل میکنن و نگوین که ما فقط میخونیم ما میخونیم بعد مستقل میشویم یعنی در راه همین اقتصادیات بعد ما میتوانیم صاحب کار شویم یا اینکه یگان صاحب کاری رو پیشه گیریم نه و یا در همون رفتی وقتی که میگیم که ما در عمل میخونیم اول بعد در عمل اجرا میکنیم نه وقتی که ما میخونیم و در عمل اجرا نکنیم و علاقه نمیشه هر دو در مورد خواندن و کار کردن ما حالا برمیگردیم. تشکر. منظور من تنها سوال من همین است به شما جوانای عزیز اگر ما از نقطه نظر اقتصادی هر یک ما خب بیاد از خودمون بگیم شما از نقطه نظر اقتصادی اگر مستقل میبودید چی کار میکردید کدام کارها رو در نقشه اول میگذاشتید تنها همین رو فهمیدنی هستم کفایت. مثال اگر مستقل میبودیم اساسا مثال اون آدما که به کمک احتیاجمند دارن به آنها اساسا یاری میدادیم. تشکر. چرا مثلا یگان توی شما نگفته ایستادید که در سمت معارف من همون مستقل اقتصادیات رو خرج میکردم مثلا یگان چرا همین بودنش ممکن است یا اینکه نه مثلا برای صاحب معلومات کردن جوان ها برای چی مثلا شاگردی ما دلشاد جان از قید نکردن اون کس برابری تحصیل کردن بیرون از درس فعالیت میبرند در یک بارگاه فعالیت برده مبلغی از همونجا درآمد کردگیشون رو به سمت معارف خود خرج میکنند. دلشاد جان این رو البته شان داشتن به نظرم قید نکردن همین کار رو هرچند من میخواستم که اون کس با سخن خود این رو بیان کنن به نظرم شان داشتند. همین گونه هم هست. تشکر معلم. خب البته ما حالا سخن رو به شما البته واگذار میکنم. تشکر به جوان‌های عزیز. پیش از اون که من با کارشناسا چرا با کارشناسا ما سخن رو واگذار نکرده ایستادیم به خاطر اینکه ما یک بار اندیشه‌مون رو گفته گیره بعد با استادان عزیز ما واگذار میکنیم که اندیشه ما رو درستی و نادرستیش رو البته بیان کنند و گویند که ما تا کجا درست گفتیم یا ما تا کجا غلط گفتیم. درست است بچه‌ها؟ خب بیاید این گونه بچه‌ها همون ادامه منطقی اون سخنانی که معلم گفتن ما امروز برای مستقلیت اقتصادی خودمون منظور مستقلیت اقتصادی است مستقلیت مثلا انتخاب این یا آن کسب این چیز نیست مستقلیت انتخاب لباس این گونه نیست مستقلیت اقتصادی یعنی از نقطه نظر مبلغ البته ما هر چیزی شدیم اگر ما برای مستقلیت اقتصادی خود کوشش میکنیم جوان ها امروز یا اینکه وظیفه ما که حالا ما دانشجو هستیم تنها خواندن است و کفایت است چه فکر دارید؟ البته وظیفه ما این پول کار کردن میباشد خواندن نه
های ما میخونیم برای چی؟ برای پول کار کردن میباشد کنیشن. ما واسه میخونیم تمام میکنیم دیپلم میگیریم کار رو میداریم مثلا کار رو برای چی میداریم مثلا برای زندگی خود را پیش بردن میباشد. های آدمانی که مثلا نخونده های بیزنس میشن پول دار میشن. های از جهت زی ممکن های ممکن پولشون رو مثلا با کجا صرف کردن میدونه و ها ما باید کوشش کنیم که ما همین رو دونیم. همین رو دونیم. باشه تشکر. ما امروز کوشش میکنیم برای مستقلیت اقتصادی که تنها وظیفه ما خوندن است. نه باید کوشش کنیم. باید کوشش کنیم. یعنی درباره خوندن هم کار کنیم. بله. این برای خوندن شما مثلا مانع ایجاد نمیکنه؟ نه. نبرات برای پیشرفت همون کاری من کمک میرسونه برای مستقلیت شدن. اگر شما غیری مثلا اختصاص فعالیت کنید چی؟ فرق ندارد. هم هر دویش یک است. مثلا کار میکنیم. تشکر. بچه‌ها شما چی میگید؟ ما خودمون که به هر صورت از نقطه نظر اقتصادی کمی خودمون رو مستقل کنیم و در باره خوندن فعالیت کنیم. چی میگید؟ هست اندیشه دیگه؟ ما باید خونیم و وظیفه ما خوندن است. لیک ما جوانان حرکت میکنیم که به پدر و مادر یاری شود. برای همان هم میخونیم هم کار میکنیم. بعد از درس کار. شما طرفدار اون هستید که ما هم خودیم هم کار کنیم؟ بله. تشکر. باز چی؟ شما چی میگید مثلا ما اولین درجه باید که خودمون که به هر صورت هر دوش خوب است. اولین درجه موضوع استودنت اول خوندن در کار ثانی وقتی که متخصص میشه میتونیم کار کردن و خب ما از نقطه نظر اقتصادی مستقل میشیم. خب تشکر. بچه‌ها معلم جان ما واگذار میکنم شما. بچه‌ها شما چی میگید؟ ما باید دونیم که چه خیلی که در اینجا گفته گذاشتند هم سبق خونم بله ما اول در مد اول باید خوندن رو در پیش گذاریم و بعد که خوندیم بعد تماش میشد. ولی ما باز در اینجا گفته میگذاریم که وقتی که ما میخونیم تحصیل میکنیم و در وقت میخولیگی ما میتوانیم با یگان کارها و یگان کارهایی که شغلی دوست داشته ما که به اقتصادیات ما داخل دار است با اون مشغول شویم. تشکر. بچه‌ها شما چی میگید؟ ما باید خونیم و هم کار فعالیت کنیم. مثلا شما هم میخونید هم کار میکنید؟ نه. فقط میخونید؟ چرا مثلا کار نمیکنید؟ وظیفه شما خوندنه. یعنی والدینتون برای شما نمیگذارن که شما کار کنید همین گونه؟ نمیگذارن. میگذارن؟ یعنی اگر شما کار کردن خود دیگر اونها اجازه میدن؟ بله. اما خودش خودتون است که کار نمیکنید. خودش دارن. کار نیست. خب تشکر. مرحبا شما چی میگید؟ اولا پدر و مادر میفرستند که مثال همین بچه من رود مثال یگان آموزد تحصیل گیرد مثال اساسا برای همین میفرستند یکی باید از مثال کله خود را کار فرموده مثال از روی اختصاص باشد مثال از روی دیگر باشد مثال یگان بعد از وقت خالی داریم بسیار وقت خالی داریم مثال با یگان کار خود را و تامین کرده مثال خود را مثال و کردن در کار تامین کردن. اصلا شما خودتون رو تامین میکنید؟ تامین میکنم. چی کار میکنید شما؟ اگه مثال هر کار هست مثال در یگان جا از خونه پول نمیگیرید؟ نه خود را خود تامین میکنید. و این به خوندنتون مانع ایجاد نمیکنه؟ نه مانع ایجاد نمیکنه. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد. بله. خب معلم های عزیز مرحمت فکر از شما هست که مثلا عموما از اندیشه های جوان ها به خودتون چی گرفتید و چگونه باید باشد به فکر شما؟ مرحمت. خب چه خیلی که در اینجا من دانشجویان ما بزرگ دارن من گفتنی هستم که در اینجا دانشجویی که هستند سبزدیف سیف‌الدین که این کس از ولایت مقدار کوهی بدخشان که امروز آمدن که دانش خود را مستحکم نمایند و اختصاصی نامبردار همین دانشگاه شوند. در آنجا باز انا دانشجوی ما انمی سبزلیف که پیش از آغاز درس یا همچون در بسته دوم تحصیل دارند زبانهای خارجی را از خود نموده ایستادند که امروز این کس یعنی آزادانه با زبان خارجی گپ میزنند سخن میرانند. خب به فکر من حالا دانشجویان امروزی ما از روی اقتصادی اینها اقتصاد ندارن پیش از باید اقتصاد پیدا نمودن اینها باید اول دانش اندازن یعنی پس از ختم دانشگاه پس از ختم گرفتن دیپلم اینها میتوانند سن اقتصادی خود را پیدا نمایند. بله تشکر.
معلم حسن الهی دیگه تجربه چندین ساله نشان میدهد که اکثر وقت دانشجویان بیرون از دانش آموزی با کارها مشغول هستند برای روزگذرانی برای مبلغ معین به دست آوردن. این البته تاثیر خود را بر روند تعلیم میرساند. هنگامی پرسان شدن برای چی تو اینقدر امروز خاطرت پریشان میگن که معلم من شب در کار بودم امروز بنابراین وظیفه خانگی را اجرا نکردم. این البته تاثیر خود را میرساند. وقتی که دانشجو برای به دست آوردن مبلغ علاوه‌ای مشغول میشود این به سطح و صفت دانش اندوزی آنها تاثیر نکرده نمیماند. بنابراین در بعضی حالات ها هستند که بچه ها به ممانعت هم فعالیت میکنند فعالیت کاری برای به دست آوردن مبلغ هم میخونند به یک نفر بچه به دست می آید به دیگرش البته این مشکلی های بسیار می آورند. ما طرفداری هم خواندن هم فعالیت کردن. بعضی حادثه ها هستند حادثه مثال ها هستند که طرفداری فقط خواندن میشه حالت دخیل شدنش ممکن. تمام تشکر. اما به هر صورت یک موقع رو نگفتید بگذار معلش هر دو موقع رو دستگیر کرده. ما استاد شما چی میگید؟ السلام علیکم همدیاران عزیز. خیلی که اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان در هر یک برآمد خود قید میکنند جوانان این آینده ملت است. البته هم خواندن هم کار کردن این اقدام خوب است برای جوانان ما چون که تجربه ها نشان میدهد که در مملکت های خارجی یا که دور نزدیک هم یک اعتباراتی در جمهوری همسایه ازبکستان یک چند مراتب در آنجا جوانان هم تحصیل میگیرند هم بعد از تحصیل فعالیت رو ادامه میدن و در نوبت خود همه درس ها رو در وقتش اجرا کرده باز کارهای تشکیلی دانشگاه رو اجرا کرده ایستادن. این خوب است. من طرفدار آن میباشم که در حقیقت جوانان ما کوشش دارن حرکت کرده ایستادن برای مستقلیت اقتصادی برای فعالیت خود اما بعضی حالات می هستند که با این چیز مانع ایجاد فهمم. تشکر. یعنی شما طرفدار هر دو جانب هستید که هم کار کنند بگذار هم خوانند. البته. تشکر. استاد مرحمت من میخواستم فکر شما رو فهمیده باشم که شما چه اندیشه دارید عموما از نقطه نظر اقتصادی مثلا مستقل نبودن ما چیزی طبیعی هست و کمتر برای مستقلیت کوشش کردن ما را شما قبول دارید یا که به هر صورت وظیفه ما خواندن است؟ السلام علیکم. چی باید گفتم من خودم زودی دو دعوت بودم دوره شوروی تولد شده بودم هم مکتب میانه اونجا خوندم بعد دوره استقلالیتی جمهوری ما خیلی جوانو فرق میکردن خیلی فرقیت کلی دارد یکمی فرق در اون وقت بود که در اونجا فقط خواندن بود امکانیتی کار کردن شبانه داشت لیکن نه همه بسیار فیصد دانشجوها کار کردن امکانات تنها خواندن بود و نتیجه هاش خیلی بود. دوره نو دوره استقلال جمهوری شکرانه است که تینجورانی است تغییرات کلی در اقتصادیات شد. حاضر در فکر من مکتب عالی ما باید هدفهای دانشجویی که هدفهای همین شاگردو کمتر تغییر یافته تغییر در چی هست مقصد هست وظیفه اگر که ما مقصد پول کار کردن در کار باشد یعنی همه چیز همین چیز که روان میشه اگر که مقصد خواندن باشد نه همه چیز اکنون کار کردن با مقصد خواندن می شود. اگر خواندن باشه با مقصد کار کردن ببینید وقتی که مقصد ها اورینتی رو معین می شود اکتیویتی پوزیشن وقتی که همین چیز معلوم می شود اون بعد معین میکند که همین راهشون رو انتخاب کنند. این شاگردا گفتن که خیلی بسیار من همین انکیت گذراندیدم من گفتن که دولت ما اجتماعی است جناب عالی گفتن که دولت اجتماعی که داریم بودجه 60% بودجه برای اجتماعیات روانه می شود. مردم ما هم طرفدار همین سیاست است. این بهترین خصلت ها است. حصه زیاد برای همین دانشجوها همین ترند به درآمدگی همش خوب همش بهترین بچه میخونن و این است یک نتیجه. ما البته گفتن حاضر استاد عبدالقادر گفتن که دوره نو دوره گذشته دوره صنعتی کنن این چیزی که دانشجو باید سوی تخصصی کسبی بلند باشد و یک چیز فراموش نکنید اقتصادیات اگر که از تاریخ کمتر کنیم صنعت خودرویی اگر که صنعت خودرویی با کمتر بدتر رویم امکانیت ها است
انتخاب امکانات داره، یعنی شاگردها امکانات دارد در دوره حاضر انتخاب کند برای این چی است پریوریته یا چی سمت افضلیت نو. یعنی وقتی که اینو انتخاب کردن که خوندن این یعنی صنعت کنونی زمینش یکی متخصصین است. بسیار خوب. من همین چیزو طرفدار همین گروهی که خوندن میخواد. در مد اول کار نه، اول خوندن. اما اگر کار با مقصد خوندن باشد شما راضی هستید؟ اگر که برای اینش خلال ندیه کار با مقصد خوندن آخر نداره و آخر بدون یک سرچشمه 10 بار 12 بار خوندن و بعد کار کردن امکاناتی برونده کار کردن نمیشه. اصلا بیبلیوتک بروندنش در کار نه. منش استاد میدونم و سحر اگر لکچر برویم ساعت 5 6 ما از بیبلیوتک برونده میدونید پیش میکردن که روید میرش خونه ندارید. من این خیلی میفهمم خوندنه. فهمم. با هر صورت استاد وابسته به گفتن ممکن است که زندگی اجتماعی اگر نگاه کنیم نه همه قدرتی گفتن ممکن هست که مثلا تامین فرزندش رو دارد و خواه و نخواه. خب به هر صورت شما طرفداری خوندن بگذار باشد استاد. تشکر. من از شما سپاس میکنم. سپاس. خب بینندگان عزیز حالا بخش رکلام هست، ما رو ترک نسازید. ما پس از بخش رکلام موضوع رو با هم ادامه میدهیم و بحث خواهیم کرد. بینندگان عزیز ما در مورد مستقلیت اقتصادی جوانان ضرر و منفعت آن بحث کرده شدیم. ادامه این موضوع است. بچه‌های عزیز سوال اساسی برنامه و عنوان برنامه همین گونه بود. جهت‌های مثبت و منفی استقلالیت اقتصادی جوانها در چی ظاهر می شود؟ یعنی از نقطه نظر اقتصادی اگر ما مستقل باشیم چی مثبت چیزهای مثبت دارد و چیزهای منفی دارد؟ خب جهت مثبت در آن است که مثال میتواند خود را تامین کند، میتواند یک صاحب کار شود و میتواند با اویلاش کمک رساند، میتواند اویلا برپا کند الکی و اگر مستقلیت شود. خب باز جهت‌های مثبت گویم خیلی بسیار هست. خب بسیار هم نباشه خیلی هست در حدی و منفیش در آن است که مثال او از درس دور می شود. خب هستند شخصانی مثال جوانایی که بسیار با مستقلیت رفتگی الکی و یا مثال با میگن ما کار میکنیم باید راحت کنیم. امی خیلی هست در زمانی حاضر. مثال ما میبینیم وقتی که میگن که ما کار میکنیم برای استراحت کردن با چیزهای و از کمتر دور میروند از درس. گویم اگر مثال میبینند در درس خواب میروند اگر چی با درس نمیخونی اگر پرسان شای میگه شب در کار بودم. اما حقیقت اون نیست که در کار ممکن پس پرسان شویم اگر ممکن و در کلوبای شبانه گویم اگر خطا نمیکنیم بسیارتر داده شدگی از سببی که میگن ما کار میکنیم و خسته شدیم باید استراحت کنیم. این منفی بسیار هست که سخت به جوانان تاثیر میرساند و آنها را از همین مستقلیت تماما مستقل میشوند. آنها خواندن نه سوء استفاده میکنند. تشکر. شما میگوید دوستان خیلی که اگر ما از اقتصادی اگر مستقل باشیم اگر ما میتونیم چی آرزوی نیت داشته باشیم اگر ما همش رو ما عملی کنیم خوب است. مثلا ما ماشین میخریم میگوییم میخوام ادام میکنم یکم به کار داخل میشم و بعد مثلا من ماشین میخرم عائله دار میشم پدر و مادر خرسند میشم میگوییم مثلا اگر مستقل باشیم اگر ما همش میتونیم کدینه و این خوب است به فکر شما. خوب است. اگر نه جهت‌های منفیش این در آن است که اگر ما نخونیم اگر سیپیم ابرزبان این جوانو این پاس شود اگر تا رفت این سرانو جهتی منفی خودش رو مثلا میرساند. کمتر اضافه کنم. مثال در جهت منفی از چی وقتی که در وقت دانشجویی و مستقلیت از کار میکند و درس رو مثال در و عمل و هیچ چیز رو نمیگیرد. اما مثال گفتیم در طرفخانه کار میکنند نه جوانا از همون برابری خوندن. وقتی که الکی متخصص تیار میشود برای رفته در یگان کارخانه کار در آمدن و دانش کافی ندارد. مثال در زمانی حاضر میگیم کادرهای لازمند که آنها با قوت باشند. اما وقتی که اون میرود و دانش ندارد در همون کارخانه حاضر میبینم مثال کادرایی که آنها با تخصصی بلند دارند مثال دانش وقتی که یک دو بار وظیفه میدهند و اجرا نمیکند الکی وی رو از کار راندنشون. ببین اینجا یک سوال دیگر مثلا اگر ما متخصص نباشیم از نقطه نظر اقتصادیات ما مستقل بوده میتوانیم اصلا
не ба фикр аллакай вай дониши давраи мактабӣ дорад мисол зина ҳаст мустақил буда метавонем дониши давраи мактабӣ кунем яъне боз ҳам маъмуро зарур ҳаст ки мо мутахассис бошем гап дар мавриди ин чиз рафта истода аст ман хоҳиш мекунам ки эътибор диҳед бачаҳои азиз хуб шумо чӣ фикр доред вобаста ба савол суоли асосии барнома ҷиҳатҳои мусбиву манфӣ аз нуқтаи назари худам гӯем чӣ ҷиҳати мусбӣ дорад чӣ ҷиҳати манфӣ дорад агар мо мустақил бошем ба ҷиҳати манфиаш гӯем шабгардӣ бисёр мешавад вақте ки вай донишҷӯ пулро мебинад ба хондан аҳамият намедиҳад чунки мегӯяд ки худ ба худ фикр мекунад ки ман аз аллакай пул дорам барои чӣ мехонам ӯ бояд танҳо ҳаминро фикр мекунад ташаккур бемасъулияте боз чӣ бачаҳо ҳаст ҷиҳати мусбиву манфиш тарафи мусбигиш ки мисол ягон ҷо кор мекунад уже вай мустақил шудагая уже намехоҳад ки мисол донишашро мисол давом диҳад ҳамин коре ки меёбад вай кораш мисол аз ҳамон кораш уже қонеъ бошад агар вай намехоҳад уже хондана вай мехоҳад ки ҳамон постепенно ҳамон фақат баланд шуда мисол роҳи кораша ёбад мисол донише ки мисол омӯзад аз уже вай чӣ намешавад бисёр хондан ба аҳамият наметиҳад ин ҷиҳати манфиаш мусбиаш чӣ мусбиаш худро таъмин мекунад худро таъмин мекунад ва асосан таъмин мекунад ки мисол уже тамом вай мустақил шудага намехоҳад ки шояд ба қадри пул расад агар худаш бале агар худаш мисол кор кунад агар вай уже ба қадри пул мерасад ташаккур ҳаст боз андешаи дигар ҷаноби азиз боз як саволи дигар идомаи мантиқи ҳамин савол дар ҷомаъ мегӯянд ки агар ба ҷавон пули бисёр диҳед аз худ меравад мегӯянд ҳамин гуна аст мо аз худ меравем агар пули зиёд дошта бошем ки розӣ ҳаст ё ин ки розӣ нест ба ҳамин андеша на ҳама масалан ба шумо чӣ қадар маблағ диҳедам аз худ намерем не хуб ин ба ҳар шахс вобаста аст ба шуури вай вобаста аст мисол ба ақл тарзи истифодабарӣ ҳамун пул вобаста аст мисол агар ба ман мисол тиян пули зиёдатӣ ман аллакай ҳамун нақшае ки дар зиндагиам мондам аз рӯи ҳамун амал мекунам аллакай нақшаи ман ки ба охир расид шояд агар одами хуб бошам ботинан ахлоқи баланд дошта бошам метавонам ӯро мисол аз гуфтаҳои мардум ки ба дигарон хайр мекунам аммо басе ки пул бисёр шуду аллакай аз худ рафт вай на рӯи зиндагиашро меёбад на ба дигарон кӯмак расонид ташаккур хуб шумо чӣ мегӯед дӯстон на ҳама масалан агар пулаш зиёд бошад агар аз худ меравад бале масалан ман нуқтаи назари худам мегӯям агар пул ман бисёр дошта бошам ман ҳаракат мекунам ки он пуле бо 2 баробар зиёд кунам масалан бизнес мекунем мо аз паи зиёд кардани пул мешавем не балки мо пулро масраф мекунем бе ягон реҷа масалан сарф кунем пуле фаҳмо шуморо фаҳмидам ташаккур мо аз худ меравем ё ки не агар пули зиёд дошта бошем бачаҳо агар шахсе ки ҳамон пулро худаш дарёфт менамояд он шахс аз худ намеравад чунки он шахс худ кор мекунад худ қадри кори худашро медонад қадри падару модарашро ҳамон кор карда чӣ тавре ки кор карда пул ёфтан осон нест кори ба қадри ҳам падару модар мерасад кори онҳоро мефаҳмад дар зиндагӣ мустақил мешавад вақте ки агар ҳамон пулро аз падару модар гинага аз худ мераванд онҳо чунки онҳо худашон он пулро қадраш ба намерасанд ман шуморо фаҳмидам ташаккур бале боз чӣ андешаи дигар ин аз он вобаста аст ки мисол баъзи бачаҳо ки аз сар мисол пул дида омадагиянд уже вайҳо мисол сарфи карданаша мефаҳманд леки баъзе одамҳо ҳаст ки мисол аз пула дида наомадаанд як вай бора мисол ягон кор меёбанд ё пули бисёр меёбанд уже худашона гум карда мераванд мисол сарфи вай пул чӣ хел бурафтанаша намедонад ё баъд аз таҷрибаи худам мегӯям ки бисёр одамои дидагаам ки мисол як рӯз ба 1 сомон бошадам ҳамон 1 сомонаш тратин мекунад ё 1 сомон ба 1000 ё 100 сомон бошадам ки ҳамон рӯз ба тамом мекунад фаҳмо ташаккури зиёд хуб муаллимаҳои азиз инҷо 2 суол буд ҷиҳатҳои мусбиву манфиашро гуфтем ва гуфтем ки агар воқеан ҳам ба ҷавонҳо пули зиёд диҳем аз худ меравад ё ин ки не андешаи шумо ки гап мезанад ин вобаста аст аз тарбия дар оила фарзанде ки дар оилаш тарбияи хуб гирифтааст албатта ҳар як дирами
در با عرق جبین رویانده آمدن پدر و مادر یا خودش کار مهنت کردهش رو به ثمرناک استفاده میبرد و از خود نمیرود. چه خیلی که دانشجوی ما قید کردن، دانشجوی یا جوانی که و پولی آسانی به دست آمده است، پولی مثلا حادثه شد که یک جوان 3000 سامانی مبلغ داشته است، به جای اون که مبلغ تحصیل رو پرداخت نماید و با جرایش شب خوشی رفته است. یعنی بگویی برای گذراندن وقت چاقی همین 3000 سامان رو صرف کرده است. البته این پولی که به درد میاد، چه که بابایان ما میگفتن به درد میاد بود و به تیزی در دوام 1-2 ساعت اون رو صرف کرده است. بنابراین این البته از تربیه انسان در اویله وابستگی دارد. تشکر معلم. سلام داشتید معلم. شما یگان اندیشه دیگر دارید؟ علاوه هر یک والدین خیلی که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان که در پیام نوبتی خود گفته و ایستاده میگذارند که تعلیم و تربیت فرزند این یعنی از طرف والدین هست. و نقطه من هم خیلی هست که یعنی به این انمین خیلی که از طرف فرزندای ما امروز هم منفی میارن هم مثبت میارن، باید در اینجا اول در نوبت خود هر یک پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند خود فهمو. بله تشکر استاد. واقعا هم اینجا ما 2 سوال رو گذار کردیم. شاید فکر جوانان رو البته چگونه کارشناسی میکنید، چگونه خلاصه برداری میکنید. ما گفتیم که جهت‌های مثبت و منفی مستقلیت اقتصادی جوان ها و اندیشه هست که اگر جوان ها پولشان بسیار بشه از خود میروند. شما چه میگید؟ چه که استاد گفتن نه همه وقت جوانان از خود میروند. البته این سخت وابسته است به تربیه همون انسان با عائله. و جهت دیگری که اگر من همچون یک کارشناس شما و یک فکرم بیان کنم، در بریتانیای کبیر در انگلیس وقتی که سالهای 20 عصر 20 بحران شدید اوج میگیرد و بسیاری آدمان بیکار میمونند و غیره، در آنجا عالمی برجسته جان ماینارد کینز چنین گپ را میگوید: مبادا اگر شما مبلغ پولی زیادتی دریافت کنید، چیکار کردن را ندانید، شما میتوانید به بانک همچون پسنداز گذارید. البته جوانان ما بسیارشان تجربهشان کلان، بسیارشان در کارهای گوناگون فعالیت میکنند و میدانند که اگر پولی زیادتی دریافت کنند، البته به همین سمت برای انکشاف یابی همین سمت مبلغ گذاری میکنند. من میخواستم که برای جوانان امروز بسیارتر همین دقت خود را برای انکشاف یابی، وسعت یابی و اینکه بالاروی اقتصادیات ما کوشش برند، چون اقتصادیات ما سخت وابسته دارد از سرمایه های گوناگون، از سرمایه های هم داخلی هم بیرونه و مبلغی که دریافت میکنن البته به سمت سرمایه گذاری یا که برای بهتر ساختن سمت های اجتماعی مالیه کنی و غیره صرف کنن خوب میشد. تشکر سپاس استاد. مرحمت باسم خلاصه اندیشه جوان ها رو من از شما پرسیده هستم. همین 2 سوال و اندیشه شما. تشکر. من فهمیدم. من خیلی خرسند هستم که لیکن سوال جوی به یک سوال دادید که شما بچه ها ویرون میشون یا نه. به فکر من 90% میگوید که نه. البته نه. برای چی؟ برای که خیلی ویرون میشود. نخود پول زیاد فقط وقتی معین کرده شود که شبگردی کند. من فکر من این چیز نیست. این وسیع‌تر اگر تحلیل کرده برای مگر دیگر خیلی تحلیل کردن. بدین خیلی نظر اقتصادی و استعمالات از پسنداز است. این هرچند صنعت است. طرز درست خراجات کردن خیلی مسئله مرکب است و پسنداز کردن هم چیزی در استاد گفتن که این پسنداز کردن در کجا مونده مبلغ افزایش داد، این هم مرکب است. یعنی سخن درباره تفکر اقتصادی میره. تربیه یعنی مادر تئودور شولز و گاری بیکر لاوتی نوبل مکافات درباره اویله و هومن کپیتالز درباره نیروی انسانی لاوتی نوبل مکافاتی شدن. یعنی این گفتن است که انسان تربیه که از اویله میشه و مثل جناب عالی گفتن
همه چیز همین سرچشمه میگیره. یعنی وقتی که ما تفکر اقتصادی پیدا میکنیم، نگاه اقتصادی پیدا میکنیم، من فکر میکنم که همه این معماها خود به خود حل میشود. فهمو استاد امروز مثلا تفکر اقتصادی جوانها در سطح ضروری است یا اینکه نیست به فکر شما؟ خیلی بیدانه که اینو گپ وینم میشود، ولی پرابلم هست، پرابلم حل طلب است. اینو در نزد ما آموزگارا پرابلم است که باید ما همین یوری دیم کمک رسونیم. گفتی زبانی روسی در روزنه کارت سازیم که همین راه که تیرامن کارشون خوب میشه. تشکر. روز بینه شما جرم رو گفته ایستادید که ما آموزگارا باید این کارو کنیم، اما جوانها مسئولیت حس کرده ما میگویم که مثلا ما بی مسئولیت هستیم، ما خودمون باید تفکر اقتصادی خود رو رشد بدیم. این چیز رو ما میگویم جوانها یا اینکه نه؟ بله. مثلا استاد گفته ایستادن که اینجا ما باید کمک کنیم گفته ایستادن. جوانها همین چیز رو ما گفتن ممکن است که درک میکنیم که واقعا هم تفکر اقتصادی خود رو باید که رشد بدیم یا که نه. فقط بله چونه باید رشد متفکر خودم باید چیزی دیگر هست ما میکنیم یا که نه میکنیم اما من راضی نمیشم نه همه ما میکنیم. خب بچه‌ها شما چی میگید؟ نه اونقدر همه بابا نگید یعنی ما مسئولیت رو با پورگی به هر صورت حس نمیکنیم نه نه اونقدر در این سال و زمان به چشم کمتر میرسن کم میرسن. فهمم. تشکر بچه‌ها. اساساً این به معارف، یعنی همین اگر شخص پول زیادتی پیدا کند، اگر دانش داشته نباشد و میتواند همون با گفتی معلم همون پول درست به صرف کند و اگر معارف یعنی دانش داشته باشد، دانشگاه به یک فن اکونومیک خونده باشد و میتواند همون پول چه صرف کردن دانند. تشکر زیاد. خب جوان‌های عزیز، استادان ارجمند، بیاید من به همه شما در علاوه‌دگی نباشه سوال گذاری میکنم. ما فکر جوانان رو فهمیدیم. من برای شما اینگونه سوال گذاری میکنم که مثلا از نقطه نظر اقتصادی استقلال صاحب استقلال نبودن ما شاید ما رو در اویله کمی کلان میکنند و شاید والدین ما نمیخواند که ما دستمون رو با آبی گرم و خنک بزنیم، میگن که این گونه نیست. مثلا ما آماده هستیم، والدین آماده هستند که فرزندانشان از آب کشند تا مستقل باشند. چی فکر دارید شما؟ درباره موقع اویل من بسیار گپ زدم، باز تکرار می شود. مستقلیتی برای همین سوال رو به شما دادم. مستقلیتی اقتصادی جوانان باز میگم با اویل برگشته میویم. مثلا من فرزند دارم، فرزندان من بیرون از تحصیل آموختن پول کار کنی کشم، برای چی مامونیگی کنم؟ ایرکگی نمی کنیم. وقتی که این تفکرانی بسیار تفکرانی گذشته قید کرده که فرزند رو از خردی باید تربیت کنیم. وقتی که فرزند در خردی در اویله طرز مهنت کردن، مبلغی از طرفی با مهنت پیدا کردن رو، طرز صرف کردن رو آموزد، ما مادران پدران به فرزندان خود یاد ندهیم. البته بچه با پولی بیداد میان به دست آمده خود رو 4 طرف خواهد صرف میکنند. بنابراین ارک کلان کردن این حلی مسئله نمی باشد. فهمم. تشکر معلم، تشکر زیاد. استاد من برای شما سوال گذاری کردن بودم. ادامه منطقی سوالی که به معلم واگذار کردم. انا عرف و عادت و منتالیته شهرخانه ما با مستقلیت اقتصادی ما تاثیر میرساند یا اینکه نه؟ به واسطه ما آمریکایی نیستیم، ژاپنی نیستیم، کره چینی نیستیم. عدالت همسایه هم پر فرق میکنیم. تاریخاً یعنی کهن داریم. نه 1000 سال 1000 سال بود. این همش در ژنتیک بیولوژی و همین چیز مفکوری مشته موندگی است. مثلا نمی ارک کردن نمیگویم جگر خیلی تربیه چه این یک راه است، یک چیز از خاطرتون نبره. دو راه اصولی تربیه است. با گفتن است، با کار کردن است. نشان دادن اگر این خیلی باشد شما 1000 گویید که همین کار نکن گویید و خودتون اینو کنید بچه کردگیتون رو میکنه. بله. لیکن اگر شما یک مرتبه کنید و 10 مرتبه این خیلی دیگر خیلی گپ زنید بچه گفتگیتون. برای همین چیز مرکب من فکر میکنم خیلی چیز رسم و این خیلی رول مهم بازی میکنه. این یک رویه کلان از پروفسور میدونه. رویه کلان رویه اینستیتوشنالیسم میگه. تاریخ نهاده است. اینستیتوت نهاده خیلی یک رویه در حوزه زمان معاصر است. رول انا همین تاریخ، انا حقوق، فرهنگ و دیگر جبهه هاش انا چون که من گاری که بیکر و دیگر چیز
اویله درباره مناگراف نیست، این همش درباره تربیت است. مردمی که تاریخ کهن دارد در همین چارچوب زندگی میکنند، دستنیگری که این ایدئولوژی دیگر رو نمیشود که باید خوب زندگی میکنه ما نمیشه. من در اول گفتم که ما آمریکایی نمیشویم. 1000 سال بریتانیا بروید باید شما توجیه میمونید. راست اگر که این خیلی باشه بیاد میجش کنیم بریتانیا سطح زندگی بالانده. در این هم یگانه کمک میکنه این نهوده است. این همین تاریخ معنی پست خاطر داریم تاریخمون رو اون در گنی ما هست. در این چیز گنی این چیزا باید اگر که ما احیا کنیم، جناب عالی گفتن احیا که کردیم باور کنید مسئله اقتصادی مسئله دوم درجه است. انا در اینجا ما باید مستقل باشیم. بله. سخن درباره مقدار پول نمیرود. دستی دونو و 1 سنتی میلیون میکند. دستی به عقل به 1 میلیون تی پگاه کوچه تو میاد. یعنی سخن درباره مقدار پول نمیرود. سخن درباره راههای استفاده بردن پول این است. خیلی جوانای ما بهترین. من یگون خیلی معما ندارم. ما هم خیلی بودیم کم بودی داشتیم دور و زمانی. تنها اینا چی است؟ من فکر میکنم کار خوب است. پدر مادر به یاری دادن یکی از راهاش برآمده رفته فروشگاه یا که در طلبخانه خدمت کردن. من این خیلی یاری قبول نمیکنم. من این خیلی یاری اگر شروعیتم وزنی شد و فرزندم گفت که من طلبخانه رفت کار میکنم و من میگم نه. من دست میکشم از مبلغش. فهمم. خواندن او برای شما یاری است. همچون یاری قبول کردن همین است. از سری که من میگم بگذار خواند درک کنه شاگرد گپ درست کرد نه همه ما درک میکنیم. چیزی مرکب است. معمای کلان داره. اینا تنها وقتی که میشینه تحلیل میکنه دومی کانسول میفهمه. اینو باید درک کنند. آینده ما اینو هستن. ما اگر که خواهیم آینده داشته باشیم اینو تربیت کنیم. تشکر. استاد سپاس. تشکر زیاد. سپاس. استاد بازم ادامه منطقه همین چیز. مثلا منتالیته گفتیم، عرف و عادت گفتیم، عنعنه گفتیم و آداب شرقیانه گفتیم. جهت مثبت و منفیش رو کوتاه اگر گفتم میگذاشتید و همچنین من سوالی الهی برای شما دارم که هدف استراتژی یکی از هدف‌های استراتژی کشور ما همین است که صنعت کنونی با سرعت و رقمی کنونی اقتصادیات هست. واسه به این حرف میزدید که ما جوان‌ها این رو درک میکنیم امروز این که نه. تشکر. حتی این مسئله کمتر مرکب میباشد. یکمشون که مسئله های رقمی کنونی نو وارد شده ایستاده است به کشوری ما. آهسته آهسته لکن تیز وسعت یافته است. بسیار جوانان مسئله های رقمی کنونی را درست درک نمی کنند. اما در همون جریان اشتراک میکنند. اشتراک میکنند. مسئله های صنعتی کنونی خیلی چخیلی که شما میدانید از تاریخ اقتصادیات ما تاجیکستان این دولتی که دولت اگراری اندستریالی بود، صنعتی بود. من آخرین به برآمد جناب عالی به همین خلاصه آمدیم که باید مسئله های اگراری اندستریالی رو باید به اندستریالی اگراری گرانیم. و همین هدف ها خیلی اقدام خوب است از یک جهت. از جهت دیگر مسئله های جوانان که تفکر یعنی شما گفتید منتالیته یعنی که فرض کردیم عرف عادت حرکت یا که فرض کردیم تفکر البته تأثیری خود رو دارد. در خانه اگر هم تو یک از جهت آدابی گیرید در خانه شما چی گونه بدی کنید البته کودک همون چیز رو در کوچه میبرد و همین چیز رو استفاده میبرد یا که همین کار رو اجرا میکند. باید خودی پدر مادر اویله چیزهای نیکی انسانی رو از جهت تفکر خود از جهت رفتار کردار خود باید به فرزندان خود بعد فرزندا این یکی از عاملی که می باشد یا همچون یک سوبیکتی که با کوچه که فرض کردیم با دیگر منطقه برنده معلومات می باشد. یعنی چخیلی که روسا میگوید سубъект главный распространитель информации действия همین خیلی یعنی خود همون شخص اویله یعنی از من چیزی نقص برایت از رفتارم کردارم پندارم و غیره فرزندان منم همین خیلی میکنن.
ما البته چخیل که من استاد گفتن ما امریکایی نمیشیم، ما بریتانی از بریتانی یعنی مردمان میل، لکن چیزای خوبی آنها رو ما همچون برای خود برای اقتباس، برای پیشروی کشور گرفتن ما ممکن است. و ادپتاسیا کنوندن ممکن است مثلا وابسته به عنعنه خود ما، مثلا ما برای چی خوبی آنها رو برای چی مطابقت کنند. البته برای چی ما همون در زمان اتفاق شوروی ما در واکوم اخباری بودیم، اینفورماسیون واکوم میگن. بله. من صاحب استقلال شدیم، من بسیار معلومات و بسیار فرهنگ های دیگر کشورها رو آموخته شدیم. ما میتوانیم چیزهای بهترین رو با کشور ما همچون یک اسلوب آداب، یک طرز نمونوی استفاده بریم، از آن چیزها برای مردم ما پیشروی می شود، لکن عقب مانی نمی شود. تشکر استاد. سپاس. تشکر زیاد. سپاس. تشکر. معلم، ما یک سوال الهی برای شما دارم که مخصوص برای زنها تعلق دارد. اصلا این کلین‌های جوان تفکر اقتصادی دارن؟ چقدر که استاد گفتن که مهم، مثلا گفتم ممکن است که مهم شماره نیست، مهم صفات هست. اگر از نقطه نظری مبلغ گیریم مهم بسیاریش نیست یا چقدر بودگیش نیست، مهم اون استفاده کردنش است. کلین‌های جوان آن همین تفکر رو دارن که سریشته کارانه و صرفه‌کارانه استفاده میکنن، یعنی که به هر صورت این در سطح ضروری نیست به فکر شما. چی میگید؟ چون شما مشاهده میکنید شاید کلین هم داشته باشید. نه، حالا کلین ندارم. خیلی جایزه خرید نمودن ضرور است که خیلی که به هر ما و شما از قدیم و ایام این گفته ها باقی مانده است که یعنی 5 پنجه یخل نیست. برابر نیست. یعنی 5 پنجه یخل نیست. برای همین گفتیم که در هر یک اوله، در هر یک مثلا به رسیدنی یعنی تربیه های فرزند این از طرف پدر و مادر است. برای همین در هر یک اکون اوله گفتم ممکن است که به تعلیم و تربیه دادن این از طرف اینمی والدین ها هست کن. همین مسئله این رو شما رو نگران میکنه یا که خورسند میکنه؟ هم نگران هستیم، هم خورسند هستیم. هر دو طرف، هم چخیل که گفته گذاشتیم، هم سمتی مثبت دارد، هم سمتی منفی دارد. طرف فهمیدم. من شما رو موقعیتون رو فهمیدم. تشکر معلم. خب بچه‌های عزیز، استاد اینجا یک نقطه خیلی مهم گفتن. مهم اندیشه و تفکر هست و برای اندیشه مستقلانه فکر کردن رو رشد دادن برای جوان‌ها کدام کارها رو میکنیم به فکر شما؟ همچون مثلا متخصصان آینده شما با دوستانتون که حالا از مانیتورهای خود ما رو میبینن، از مانیتورهای خود چی توصیه ها میدید؟ من فکر میکنم شما مصلحت نه توصیه دادن و حقوق دارید برای آن همسین و سالی که در دیگر اختصاصات تحصیل میکنن. مرحبا. مثلا ما توصیه داده میتوانیم که یکم درجه باید ما خوانیم. اگر ما خوانیم یگان چی میشیم؟ اگر نخونیم ما ممکن است که ما کارگر عادی میباشیم. اگر ما خونیم، اگر به یگان کارخانه ممکن میداره ما همچون کارگر کار میکنیم، پس بین مثلا ما میتوانیم چی شویم؟ زینه به زینه رشد یابیم حقانه. های یکم درجه باید ما خونیم. فهمیدم شما. تشکر خواهم. خب توصیه های من در آن است که مثال برای اختصاص های اقتصادی نه و بیرون از اقتصادی، مثال آن شخصانی که دیگر ساحه ها را تحصیل می نماید به آنها توصیه دادنیم که در زندگی اگر با اقتصاد تفکر اقتصادی نداشته باشید تو نمیتوانی که زندگیت را پیش بری. مثال برای هر یک دختر هم گیریم، برای هر یک زن در از همه مهم میگیم که مرد باید اقتصاد را دانسته باشد. نه، برای زن مهم است در عائله این زن همون اقتصاد را پیش میبرد. خب استاد یعنی گفته گذاشتن که یعنی پسنداز، اما پسندازی که ما جمع میکنیم این از زن وابسته است. برای همین گفتنیم که تفکر اقتصادی خود را یعنی زیرکی خود را از دست ندهید و تفکر اقتصادی خود را بلند بردارید. تشکر زیاد. خوب جوان‌های عزیز، مرحمت. خلاصه های شما میشود این سوال یعنی اندیشه های انتهایی شما واسه به موضوع، یعنی برای رشد همین ساحه، برای کمتر باشد هم مستقل شدن ما مستقلی بگذار اقتصادی نشویم. این چیز طبیعی هست چون این دوره هست، ما این دوره رو میگذاریم، متخصص شویم، ما خود ناخود میشویم.
از نقطه نظر تفکر البته برای مستقل شدن چی چیزها رو شما توصیه میدید؟ اگر باشد ما میشنیم. هست اندیشه های دیگر؟ اگر نه من واسم از استادا میپرسم معلم های عزیز شما چی توصیه میدید در انتخاب خلاص های شما چگونه است؟ برام توسط پرسش های کوچگی من چطوری که نشان دادید اکثریت گفتن که ما مبلغ های زیادی خود را به کیم کجاها خیریه میکنیم. توصیه داده میشد، توصیه میدادم این شخصا فکری من در جامعه ما امروز اویله های نوجوان بسیار هستند، دانشجویان اویله دار شده بسیار هستند، جوان دخترانی کودکدار اویله دار بسیار هستند که آنها حالا استقلالیتی مستقلیتی اقتصادی رو به دست ناوردند. بسیار میشد اگر انمی خیل مردمان خیرخواهانه یک تشکیلات برای دستگیری انمی جوانان برای مستقلیت اقتصادی رو به دست آوردن. مثلا بانک ها یک تعریف نیست که میگویم با وی امتیازهای خیلی پسترین اگر پیشنهاد میکرده همین جوان ها مخصوص برای جوانان با وی کاتگوری فویس‌های پسترین که جوانان میتوانستند که از آنها استفاده برده هم دانش آموزند هم یگان روی فعالیت خود را معین سازند. همین پیشنهاد من. تشکر معلم. سلام علیکم. خب استاد مرحمت از گفتگوی جوان ها چی برای خودتان خلاصه کردید و برای ما جوان ها چی مصلحت میدید؟ گفتنی باشم که در کشور صاحب استقلال ما به حد جوانان سعی کوشش دارند که همین یک کار فعالیت نو را ادامه دهند، آغاز کنند و از حکومت محلی از دیگر مؤسسه های ابرقدرت میپرسیدم که همین برای جوانان بسیارتر کمک رسانند. از کدام جهت؟ مثال من همین یگان تشکیلات یگان فرض کردیم یگان کارخانه یا که مؤسسه خدمت رسانی تشکیل کنه مبلغ های اجاره پولی برداشت شود. اگر وی در حقیقت جوان باشد و فعالیت خود را آغاز کرده پیشنهاد کرده تواند خیلی که من معلم گفتن تا قدر امکان مبلغ گذاری کردن لازم است لیکن بی فایز برای جوانان یک اینستیتوت مخصوصی جوانان تشکیل کردن لازم است که در آنجا آنها به واسطه فکر خودشان را بیان کنند، از آنجا یگان تجربه های ضروری را برای خود گیرند و همین خیلی مبادله معین آغاز شود. البته این چیز در دورنما البته اوج میگیرد صورت میگیرد. خیلی من کوشش دارم که جوانان ما این جوانان خشک خالص نیست، این جوانانی که در حقیقت برای بلند برداشتن کشور ما سعی کوشش دارند، آنها در حقیقت هم از جهت تعلیمی تربیوی هم از جهت از طرف‌های دیگر در حقیقت و بسیار جوانان احسن گذاشتن ممکن است. سلام. سپاس. تشکر زیاد. سلام علیکم. تشکر زیاد. سپاس. خب استاد مرحمت فکر انتهایی شما رو من شنیدنی هستم وابسته به موضوع شما چی توصیه میدید؟ خیلی سخن‌های جالب قبول بسیار گپ‌های خوب گفته شد. سخن درباره مکانیزم ها درباره پرداخت مبلغ‌های قرضی مؤسسه و انستیتوت تشکیل کردن برای جوانان نیروی سازنده هستند. جوانان برای جوانان زحمت میکشیم، هم از آن چیزی که نیرویی که داریم برای جوانان صرف میکنیم. من از برای خودم انتظار نمیشم که برای من کنن. من میخوام که اینا برای فرزند خود نیستن، خیلی نیرو ذهنی باشن، برای فرزندان خود زمینه گذارن که آنها نیست. برای این چی در کار است؟ هیچ لازم نیست. تکیه یکم به عرف و عنعنه و عادت‌های ملی است. این هم چیزی که هزارها سال باز گفتم، خرج و اسرافکاری نکنید، مهنت حلال و پاکیزه کنید، سرشته کار باشید. این همش این دستور است. مکانیزم که باید همین تنها در همین خودش برای ما امکانات میدهد. البته در چارچوبه انا همین گفتم پروفسور، یعنی بهترین نوآوری ها تکنولوژی های تعلیمی میگوید، استحصالی میگوید، فرق ندارد از خارجه قبول کنیم، همچون اصول استفاده بریم، نه بلکه همچون مقصد و اصول، یعنی مکانیزم ما خاطر
یعنی من میدونم که مقصد جوانان بهترین از سازنده است جناب علی معین کردن فقط کمر همت بندیم و خونیم و مهنت کنیم و تربیه کنیم. من تربیه کردن دکتر بچه خونن هر یک وظیفه خودش اجرا کرد حتما و نتیجه بهترین میدونم میشه. این همین چیز گفتنی بودم. من تشکر استاد. استاد تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب ایلوه دیگر مرحبا. البته دانش آموختن و به بازار امروزی مهنت رقابت پذیر بودن وظیفه هر یک دانشجوی جوان می باشد. اگر به همین جوابگو باشد حتما به مقصدهای هدفهای خود مقصدهای حیاتی خود هر یک شخص می رسد. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد. و بله واقعا هم مهم به مقصدهای حیاتی خود در برابر رسیدن به مقصدهای جمعیتی باید ما سزاوار باشیم. این چیزی مهم هست. و بینندگان عزیز ما در مورد مستقلیت اقتصادی جوانان ضرر و منفعت آن سخن کردیم و یک اندازه ما از موضوع رفتیم بیرون در آمدیم. خلاصه اندیشه ها مختلف بود. استادان اینجا واقعا هم استادان بزرگ از دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان آمده اندیشهشان را گفتن. با ذکر کنم که استادان سابقه دار اینجا خورشید نظرов دوسنت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، همچنین خیرالله عبدالقادرov دکتر علم های اقتصادی، معلمه زرینه بابوجان و دوسنت همین دانشگاه، همچنین شاعره قربان و آموزگار همین دانشگاه فکری جوانان را کارشناسی نمودند. در منبر بحث بودند هنگام حسن محمد و همچنین جسوربگ اشرفov. بچه‌ها خوش آمدید. ما اندیشه‌مان را گفتیم بینندگان عزیز. من فکر میکنم که خلاصه درست باسم از خودی شما است و من فکر میکنم که ما را میباید که سر این موضوع ما باید برگردیم و برنامه‌های تکراری و مانند برای شما باید پیشنهاد کنیم که تو در این سمت نیز تفکر ما دانش ما کمی هم باشد رشد کرده باشد. بازم خلاصه درست از خود شما است. تا برنامه‌های دیگری روبرو. خداحافظ.